صبر کن، این یه صخر معمولی نیست. پشتش یه ویوی اقیانوس را داری. اینجا جزیره بالی است. ولی سوال اصلی نه، اگر الان اینجا بودی میپریدی در صخر یا فقط این ویو را نگاه میکردی؟ من خودم فکر میکردم مستقیم میپرم داخل، به خاطر اینکه همچین ویوی را هر روز نمیبینی. ولی وقتی رسیدم اینجا یه چیز عجیب فهمیدم. این ویو آنقدر که فکر میکنی آرام نیست، به خاطر اینکه هرچی بیشتر نگاهش میکنی بیشتر وسوسه میشی از ویلا بزنی بیرون. ولی صبر کن، هنوز بهترین قسمت رو ندیدی. من تصمیم گرفتم از ویلا بیام بیرون، به خاطر اینکه یه جای معروف اینجا هست. ولی یه چالش دارم برات، چون جایی که میرم یا خیلی ارزش داره یا یک بزرگترین اشتباهه. اینجاست یکی از معروفترین بیچ کلاب های این جزیره، ولی هنوز یه سوال مهم مونده. فکر میکنی ویو اینجا از ویلا بهتره یا نه؟ منم همینو میخواستم بفهمم، به خاطر اینکه همه میگن اینجا بهترین ویو را داره، ولی وقتی رسیدم یه چیز کاملا فرق داشت. اگه